سلام علیکم از مارینا بیچ. به اولین ولاگ من از دبی خوش اومدین. اینجا از روبرو شاخبرک اینو دبی میبینین، دقیقاً میره کنار بیچ. اینجا هم که یه حالت میدونه، مغازهای مختلف، حدفروشی و پر از هندی و پر از امروز که کلا یک شنبه است، پر از هندی و آفریقایی و روس و جاده چالوس خودمون. وقتی میریم پنجشنبه جمعه که روزای تعطیلمونه پره، اینجا پر از خالیه. یک شنبه است. دشتاشه پوشیدم، این چیزا هم که نمیدونم چیه سرشون میزن شدم نیست. این ماشینه رو میبینین هر شب هر روز میاد اینجا رو دور میزنه. الان باید حرکت کنه، صداشو میشنوین؟ یه گاز بده برو. بیا برام زد داشت. موپ ما رو میخوره میره میاد این با چند تا دیگه اکسوزشون رو پر میکنم. ماشین ایستادن، ما هم که از آبر باید رد شیم. من لب ساحل مورم با همین هوایی ها راه افتادم تو خیابون. برجای جذاب دبی که همیشه حرفش هست دیگه. اینجا باید احساس کنم مثل میدون کرج حالا نه یه قسمتی که خلوته و اینا، نوری نیست و اینا، تا برسه اونجا دوباره. این لاین که پله میخوره، این لاین هم گذاشتم واسه کسایی که چمدون میبرن و حالا ویلچر رد میشن و اینا. به نظرتون کدوم بهتره برای زانو؟ کسایی که زانو درد دارن روی شیب اینجوری راه برن یا پله بالا پایین برن؟ برام بنویس. یه چیز دیگه هم که بگم، اینجا رزروشنشون برای رستوران همیشه این جلو هن که هدایتشون کنم به سمت رستوران. اینجا هم که میبینید میتونید و ببینید منوشون رو کلا ببینید، چک کنید چیزی دوست داری بری داخل یا نه. طبق قراره هر روزایی که با خودم دارم رفتم لب ساحل. اینجا هم که میبینید پر از کافه هاست. حالا امروز رو براتون بگردونم و اینکه اینو دبی ببینید. این دو چرخه این چرخ و فلکه اسمش اینو دبیه و معروفه. حالا یه بار بعد از اون کله ببرمتون توی ویدیوهای بعدی، حتما تو ولاگ‌های بعدی میبرمتون، بعد بهتون میگم اونجا چه خبره، داستان چه قراره. الان همونجوری که میبینیم پاهام شنی شده، خیلی حرکتی نمیشه کرد. زبر الان پامو کردم تو آب، نمیدونم چی بود، یه دفعه رفت رو پام احساس سوزش کردم. خب خلاصه برگردیم بریم بچرخیم ببینیم چه خبر. این مهی که میبینید روی دوربینه به خاطر رطوبت هواست. خب پاکش کردم. اینجا کافه‌های مختلفه که مسیرش رو میدونید که من عاشقشم، همونجوری که تو اینستاگرام دیدین اینجوری نخله تا اون ته. حالا بریم دور میزنیم برمیگردیم. یه بار اون سمت براتون تیکایشو گرفتم، ولی این قسمتش هم بریم و دور میزنیم. هر قسمت که از کنار بیچ میاد یعنی ساحل، اینجوری کافه های کوچیک هست. بعد میاد اینجا رستوراناشونه که مسیر داره میخوره به اینجایی که من الان دارم میرم. اینم که ببینید تا اون سمت ادامه داره و بریم ببینیم چه خبره. دوباره این مههه. من قطار گشودم برای بچه ها، سوار میشن میگردونتشون. ها در راه میفتن. الان اینجا به موقع رسیدیم. مامان هم سوار میشن دیگه باهاشون اینجوری. ببین در راه میفته. راه افتاد. اینجا هم که میبینید پارک بازی بچه هاست که داخلش که میریم بریم داخلش. این وقت که رستوران دیگه. حالا براتون تیکه‌ای گرفتم از این بازیست که عروسک و توپ میبری. اینم که بسکتبال و اینم که از واسه باشه. اگر اینجا ببینید اینم که فوتباله. که کدوم عروسک رو برنده میشی. کسایی بودایی که میگن برای ولنتاین
الان نمیدونم دقیقا فازم چیه. آبه رو خالی کردم میخوام که اون شنا بره. آتش گرفتم اینم که داره برمیگرده. آتش گرفتش منو. الان نمیدونم اصلا بتونم ادامه بدم یا نه. اینجا اینقدر گرمه یه دفعه که آب بدن کشیده میشه. نمیدونی که اصلا میتونی ادامه بدی یا نه. این پر از خالی. الان دخترای روس خوشگل مامانی دقیقا کلیپسشو برای چی یادش رفته برداره فکر کنم. عاشق این خیابونم. خیلی دوست دارم. بریم اون سمت که مغازه هاشم هاشم ببینیم. اینجا هم پلاهایی که میخوره همشون میره به این برجای بالا. اینجا مغازه هست ترکیه. آهنگای ترکی میذارن. امروز فعال نیست. ببین امروز مثلا جمعه ایناست. یک شنبه است. جمعه است در واقع. نمیدونم چرا انقدر ستوکوره. الان نمیدونم دقیقا فازم چیه. آبه رو خالی کردم میخوام که اون شنا بره. آتش گرفتم اینم که داره برمیگرده. آتش گرفتش منو. الان نمیدونم اصلا بتونم ادامه بدم یا نه. اینجا اینقدر گرمه یه دفعه که آب بدن کشیده میشه. نمیدونی که اصلا میتونی ادامه بدی یا نه. این پر از خالی. الان از شما چه پنهون؟ یه عطر مشهدی. این عطر خیلی خوب. این کلا خوشبوتر بود. اسمش هم نمیدونم چیه. اینه ببینید اینه. بعد دیگه من خیلی گرمم شد. آبم نداشتم. فشار افتاد و دیگه برگشتم خونه. برم یه ذره دست و پامو بشورم. بدنمو یه آب بزنم. از بیرون که میای انقدر که عرق میکنی یعنی باید قشنگ بری تو آب، بری زیر آب وگرنه اینجوری چسبونی میشی. تا ولاگ بعدی فعلا خدافظ. بچه‌ها ماهو ببینید. نگاه کنید چه شکلی. امشب ماه گرفتگیه.